مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه یعنی تیم زنه میگه که منم دالشونی رو آقای گلزار جابجا کرد. آقا درود بر شما، بنده امین فردین و همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه. امروز یه سری اطلاعات کرک و پرریزون و پشم ریزون از این چهره شروین حاجی آقا پور یا اصطلاحاً به قول یه عده شروین حاجی پور برای شما دارم. خواننده آهنگ برایه که دیگران کمتر کسی هست که آهنگ برایه رو نشنیده باشه، خصوصا کسانی که در راه آزادی ایران دارن فعالیت میکنن و به عنوان یک موسیقی اعتراضی از آهنگ برایه یاد میکنن. آهنگی که برگرفته از توییت های مردم بود در خصوص اینکه باید در ایران تغییر و یک انقلابی اتفاق بیفته و همه میگفتن آقا برای فلان اتفاق، برای فلان چیز، برای فلان موضوع ما باید انقلاب بکنیم یا بعد این آخوندها گورشون رو گم میکنن و برن. و طبیعتا شروین هم اومد با یک حرکت خلاقانه و هوشمند آهنگ بسیار زیبای برایه رو خلق کرد که در کمتر از 24 ساعت به بیش از 33.4 میلیون بیننده و شنونده رسید. این آهنگش تنها در پیج اینستاگرام شروین که بسیاری از بزرگان موسیقی ایران هم این آهنگ رو به زبانهای مختلف خوندن و اصطلاحاً یک آهنگی بود که راه 100 ساله رو برای شروین یه شبه، دقیقاً به معنای واقعی کلمه یک شبه طی کرد. آهنگی که 7 مهر ماه سال 1401 منجر به بازداشت شروین شد و اطلاعات سپاه ساری شروین رو بازداشت کرد. خبر بازداشت شروین هم حسابی در فضای مجازی وایرال شد و سر صدا به پا کرد تا جایی که شروین رو مجبور کردن که آهنگ برایه رو از پیج اینستاگرام خودش حذف بکنه. اما در کمال ناباوری یا در کمال باوری باید بگم چین چیزی، آهنگ شروین در کانال یوتیوب شروین باقی موند و اطلاعات سپاه فقط گفته بودی که مثلا اینستا رو پاک کن، حالا یوتیوب بذار باشه برای خودت. اینا رو میخوام بهتون بگم که جلوتر باهاش کار داریم. 12 مهر ماه بود که شروین با قید وثیقه از زندان آزاد شد. بعد از اون هم یک ویدیو در کانال اصطلاحاً در پیج اینستاگرامی خودش منتشر کرد و توی این ویدیو گفتش که من حالم خوبه، تشکر میکنم از خیلی از دوستان و اصلا هم قصد ندارم که از کشور خارج بشم. عموما معمولا این اتفاقات برای بسیاری از افرادی که وقتی از زندان میان بیرون اتفاق میفته. شاید اولین بار و اولین شخص معروفی که من این جمله رو ازش شنیده بودم سروش هیچکس بود که چندین سال پیش، 12 سال پیش، یک مستندی رو به اسم گربه های ایرانی همچین چیزی ساخته بودن راجع به موسیقی زیرزمینی و خواننده زیرزمینی بود که اون مصاحبه رو وقتی با سروش هیچکس کردن اون موقع گفت من همینجا میمونم و تو وطن میمونم و وطن رو ترک نمی‌کنم. اما اونقدر بهش سخت گذشت و اینقدر بهش فشار آوردن تا مجبور شد که وطن رو ترک بکنه. امیر تتلو و بسیاری دیگه از آدم‌های معروف و مشهور و بزرگان موسیقی و هنر ایران هم خب طبیعتا خیلیشون دوست نداشتن وطنشون رو ترک کنن. حتی اون کسایی هم که الان وطنشون رو ترک کردن طبیعتا اگر ایران براشون بستر خوب و مناسبی باشه برای فعالیتشون و بدونن جونشون در خطر نیست، یا زندانی نمیشن یا شکنجه نمیشن، قطعا برمیگردن به وطن خودشون. و کجا بهتر از وطن خود آدم. خب بعد از اون هم شروین اومد یه ویدیو منتشر کرد و گفتش که من توی ایران میمونم و فعالیت خودم رو توی ایران انجام میدم. ببینید عموما وقتی که افراد در بازداشت نهادهای امنیتی اطلاعاتی باشن، اونایی که بازداشت نهادهای اطلاعاتی امنیتی رو تجربه کردن یا حتی زندان رو، واقعا به دنبال یک راهی میگردن که از زندان آزاد بشن و به هر دری میزنن، حالا چه از گرفتن وکیل شده، چه از راه قانونی، چه از راه رشوه یا هر چیز دیگه. چون به نظر من بالاترین و با ارزشترین چیزی که واسه هر انسانی وجود داره آزادی و رهاییش. تلفنم هم زنگ خورد، هیچ اشکالی نداره که دوستان ما بود زنگ زد، خدا خیرت نده دیگه. الان بعد وسط ویدیو من زنگ بزنید، منم یادم رفت تلفنم سایلنت کنم. سالی یه بار گوشیمو میذارم رو زنگ، اونم الان بعد زنگ می‌خوره. برگردیم به بحث خودمون.
به هر حال بالاترین و بزرگترین فکر میکنم ارزشی که هر انسانی دوست داره بهش برسه آزادی و رهاییه که شنیده شده که شروین با اطلاعات سپاه به توافق رسیده بوده که باهاشون همکاری بکنه و همین توافق و همکاری باعث آزادی شروین از زندان شده بود که البته میگفتن 12 مهر ماه با قید وثیقه آزاد شده و خود شما هم میدونید اگر اطلاعات سپاه یا نهادهای امنیتی اصطلاحاً قفلی سفید و سفیچ اینجا قاطی شد قفلی تلفن حواس من پرت خدا خیر کنه اطلاعات سپاه یا نهادهای امنیتی اگر قفلی سپیچ بزنن روی آدمی محاله بزنن طرف بیاد بیرون مگر اینکه طرف حالا یه قول همکاری بده یا امتیازات لازم رو ازش بگیرن و طبیعتا شما مطمئن باشید از شروین ویدیوهایی گرفته شده یا اعترافاتی گرفته شده که بعدها بتونن اهرم فشاری برای خود شروین قرارش بدن که بتونن ازش استفاده بکنن. به محض اینکه شروین از بازداشت میاد بیرون میخوام دیتیلایی بدم که فقط شروین و یه جمع 7-8 نفره خودشون میدونن ولی قطعا پشماشون میریزه که این دیتا و دیتیل ها چجور به دست من رسیده. یک کمپانی قطری میاد با شروین مذاکره میکنه و در قبال 10 میلیون دلار کپی رایت آهنگ برایه رو میخواد از شروین بخره که به حال این هم تو دنیا وایرال شده بوده و گفته بوده که 10 میلیون دلار پول میدیم بابتش. کمپانی اگه اشتباه نکنم فور که یک کمپانی قطریه که خیلی البته میشناسن این کمپانی های عربی رو که فقط برای اینکه بخوان امتیاز یک چیزی رو بگیرن حاضرن 100 برابر اون هم پول بدن و فقط مالکیت اون اتفاق رو به دست خودشون رقم بزنن. بعد از اون نهادهای امنیتی شروع میکنن با شروین مذاکره کردن که تو گفتی ما قول همکاری میدیم و چنین و چنان، شما یه لطفی میکنی این قرارداد 10 میلیونی رو امضا نمی‌کنی و آهنگ رو واگذار نمی‌کنی، چون اگه آهنگ رو واگذار کنه شروین برای اجرای آهنگ برای در هر کجای جهان باید به اون کمپانی قطری پولش رو پرداخت بکنه و اصلا سهم کنسرت بهش بده. اما من یه سوال دارم، میخوام از اینجا به بعد دیتیل های خیلی عجیب غریبتر و پشم‌ریزون‌تر بهتون بدم. آیا قبول دارید که کسانی که در نهادهای اطلاعاتی و امنیتی فعالیت میکنن آدم‌های باهوش و هفت خطی هستن یا نیستن؟ حالا باهوش میتونه کلمه مثبتش باشه، هفت خط و خبیث میتونه واژه منفیش باشه. و به حال اونا کسایی هستن که از هر چیزی کره میگیرن، حالا واژه خودشون نمیتونم استفاده بکنم. و ببینید که این اطلاعات سپاه چه نقشه بلند مدتی رو برای شروین کشیده بوده. میاد دست شروین رو میذاره تو دست این چهره، میلاد ماهان راد که تهیه کننده علی یاسینی و کسای دیگه هم هست. فکر کنم میلاد ماهان راد یکی از تهیه کننده هایی که وصل به اطلاعات سپاه، حتی کسی بوده که زمانی که سید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم و کسی که مشاور فرمانده سپاه بوده میخواست کاندید ریاست جمهوری بشه، بسیاری از خواننده ها و افراد سلبریتی رو باشون لابی میکرد که برن سید محمد رو ببینن. یعنی آدمی هستش که بسیار پرنفوذ در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و تونسته مجوز کنسرت بسیاری از خواننده های زیرزمینی رو هم بگیره و آدم وصلیه، مثل میثم ابراهیم زاده و کسای دیگه که وصلن به دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و میتونن مجوزهای لازم رو بگیرن. میان شروین رو وصل میکنن به آقای میلاد ماهان راد و یه جلسه ای رو در لیما میگیرن، کوچه بغل سازمان بورس تو منطقه غرب که دفتر ایشون هست، و تصمیم میگیرن که یک قرارداد کاملا محرمانه با شروین امضا کنن. و قرارداد هم اینطوری هستش که تقریبا قرارداد 50-50. دیتیل قرارداد هم میخوام بهتون بگم. قراردادی که امضا شده 50% از سهم کنسرت ها مال میلاد ماهان راد و کمپانیش هست و 50% مال شروین. کنسرت های خارج از کشور هم همینطور. اگه بخوام خیلی دیتیل بدم 55-45. میخواستم کرکوپرشون بریزه که ما چقدر دیتیل داریم. و قرارداد کنسرت های خارج از کشورش هم میبندن، قرارداد تبلیغاتش هم میبندن. و 1.5 ماه پیش
مجوز کنسرت شروین حاجی پور امضا میشه. در حالت عادی هر کسی بخواد همچین مجوزی رو بگیره باید 2 سال ممنوع کاری رو بگذرونه. خب چه سودی برای اطلاعات سپاه و دستگاه امنیتی داره که بخوام به شروین همچین امتیازی رو بدن برای کنسرت؟ نقشهشون اینه و ممکنه این نقشه رو ماه دیگه، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه یا چند سال دیگه عملی بکنن. اگر غیر از اینم نیست لطف کنن بیان توضیح بدن. آقای میلاد ماهان راد و شروین بیان غیر از اینو توضیح بدن، چون من دیتیل قراردادشون رو هم میدونم و اطلاعاتش هم دارم. حالا به شما میگم داشته باشید. شروین بسیار آدم هنرمندیه، اصلا قصد تخریبش هم وجود نداره، فقط میخوام اتفاقات پشت پرده رو به شما بگم و بدونید. همجوری داشته باشید گوشه ذهنتون بذارید، اتفاق خاصی نمیفته که. قرار نیست که شما اینو بزنیم با از لای بکشیم. که اطلاعاتو داشته باشید گوشه، بعدها به حرف من خواهید رسید. و شاید این افشاگری من ممکنه سناریو رو یه مقداری تغییر بده برای اینها، چون سناریوشون اینه و قراره با این سناریو برن جلو و من دارم سناریو رو میسوزونم. اگر حالا شاید بعداً یه حرکت دیگه بزنم که بازم اون سناریوشون قطعاً به گوش من خواهد رسید و میسوزونم. پلن این بوده که قرار بوده بگن که شروین حاجی پور خواننده آهنگ برای همیشه از ایران خارج شد. طبیعتاً این خبر بمب خبری خواهد بود و بسیاری از رسانه‌های خارج از کشور کار خواهند کرد، رسانه‌های فارسی زبان و این تلویزیون ها. بعد از اون مصاحبه های تلویزیونی رو با شروین انجام خواهند داد و طبیعتاً شروین صحبت هایی رو خواهد کرد که اپوزیسیون ها و افراد مخالف اون آخوندهای فلان فلان شده خوششون میاد میگه تو اون کشور خفقان بوده، راستم میگه، چیز بدی نمیگه و دروغ هم نمیگه. اما اینها همه بخشی از یک پروژه بزرگتر خواهد بود و میاد مصاحبه میکنه و بعد از اون هم شروین میگه که من تصمیم گرفتم که کنسرت هام رو در خارج از کشور بذارم. در این جو خفقان کنسرتی که هر کسی دیسکو کنسرت در هر کجای جهان بذاره، ماموران گشت ارشاد شعبه خارج از کشور میریزن جلوی در کنسرت ها و وحشی بازی و بزن و بکوب و بگیر و گو میخوری کنسرت بذاری و گو میخوری دیسکو بذاری و نمیدونم فلان و بیسان و از این صحبت ها که ما دیدیم زیاد در کشورهای مختلف. شروین با کمال آرامش در کشورهای مختلف کنسرت خواهد گذاشت. یک مثال برای شما میزنم. سوگند در شهر کلن آلمان در آرنا تصمیم گرفت که آهنگ برای شروین رو بخونه، یک آهنگ شروین رو بخونه و برای همین کنسرت 8000 نفر آدم اومده بودن. بیش از 8000 تا ایرانی و 13000 نفر در مجموع. 8000 تا ایرانی فقط اومده بودن، بیش از 8000 تا ایرانی. حالا اگر خود شروین بگه من تصمیم گرفتم در همین آلمان در شهر کلن در همون سالن کنسرت بذارم، سالنی که 19 تا 20 هزار نفر ظرفیتشه، قطعا 19 هزار تا در کمتر از 10 دقیقه فروش خواهد رفت. خب تا اینجاش با خودتون میگید که چه اشکالی داره؟ خب کنسرت بذاره بفروشه، اوکی، خواننده است، حق داره آهنگ بذاره و بخونه. اما در پشت پرده این اتفاقات موضوعات عجیب غریب‌تر دیگه رو خواهد داشت. خب طبیعتاً در آلمان 3 بار و در 3 شهر مختلف اگر کنسرت بذاره همیشه 20000 تا پر خواهد شد. بابت هر سانس کنسرت اگر ایشون 50 یورو که هزینه هر کنسرت بگیره و 20000 نفرم راحت میان، در هر کنسرت در آلمان 1 میلیون یورو درو خواهد کرد. خب و این اتفاق در هلند، بلژیک، فرانسه، نمیدونم در همه شهرهای جهان اگر شروین کنسرت بذاره، کنسرتاش همه بالای 2 میلیون 3 میلیون فروش خواهد رفت و با یه تور کنسرت دور دنیا ایشون نزدیک 200 میلیون یورو پول درو خواهد کرد. نوش جونش. اما این پول توسط کدوم نهاد و سازمان به ایران منتقل خواهد شد؟ اطلاعات سپاه برای پولشویی و پولهای بلوکه شده در کشورهای مختلف. به همین راحتی یک
قرارداد 10 میلیونی رو ازش صرف نظر میکنن، خواننده رو میگیرن، ازش ویدیو رو میگیرن و مجبورش میکنن بره خارج از کشور و به خودش هم پول خیلی خوبی میدن و بعد از اون شروین به داخل ایران برخواهد گشت و میگه من رفتم دنیا رو گشتم و دیدم هیچ کجا وطن نمیشه و هنرمندای عزیز وطن رو ترک نکنید و اونم که ترک کردید برگردید داخل کشور و تور کنسرت های داخلش رو میگذاره و تا قبل از اون محبوب دل آدم هایی بود که بیرون بودن و آهنگ برادر رو دوست داشتن و بعد از اونم داخلی ها میگن دمش گرم، بسیجی میگن دمش گرم، کشور رو ترک نکرد و برگشت توی کشور و تور کنسرت داخل کشورش رو میذاره. اما اون چیزی که مشخص هستش تمام این 1 میلیون پول هایی که وجود داره پولشویی هایی هستش که سپاه انجام خواهد داد و نهادهای زیر دست اون توسط یک شخص و شروین میشه پله و ابزار. البته خودش هم از این جریان بدش نمیاده، به حال خواننده بوده که تا قبل از اون کسی نمیشناختتش، با یک آهنگ برای تونسته راه 100 ساله رو یک شبه بره و جای خیلی از بزرگان موسیقی که این همه تلاش کردن رو بگیره و الان هم با این روش میگه آقا من حاضرم همکاری هم بکنم، قربون دستتون این پول ما رو هم بدید. از اون 150 میلیون یورو کافیه 5 میلیون یوروش رو به خودش بدن تا 7 جد آبادش هم بسته خواهد شد، اقامت بقیه کشورها هم میگیره، چند سال هم تو ایران میمونه و برای همیشه دوباره تصمیم میگیره که از کشور خارج بشه. این پلنی هستش که برای شروین ریختن و اتفاق شاید پلن رو به نحو دیگه عوض بکنن. البته قبلا همین اتفاق افتاده بود، اگر شاید یه بگن که نه همچین چیزی عجیب غریبه شروور نمیدونم ساقط بوده، در زمان خروج گوگوش که در دوران خاتمی بود هم همین اتفاق افتاد. پول 3-4 تا کنسرت اول گوگوش که اولش فکر میکنم در سوئد بود پولشویی شد توسط نهادهای امنیتی ایران و در دولت خاتمی تزریق شد. بلایی که سر گوگوش هم در طول چند سال گذشته آورده بودن، چیزی که در طول تاریخ سابقش وجود داشته و چیز بعید و عجیب و غریبی نیست و از این نوع اتفاقات عجیب و غریب هم قطعاً به زودی رقم خواهد خورد. حالا شما هستید، منم هستم و زمان هم که هست، زمان که بگذره خودتون متوجه این سناریو این اتفاق خواهید شد و شاید هم این سناریو اتفاق جور دیگه بخوان رقمش بزنن. دقیقاً کاری که الان دارن برای مهراد جمع میکنن که موقعی که با دنیا جهانبخش دوست بود رفته بود ترکیه و بعد از اون هم ماجرای ازدواجشون رفتن به لندن و برگشتن به ایران و حالا با این جو تشنج‌آمیز کنسرت داخل ایران دارن مجوز رو حتی به مهراد جمع میدن که مهراد جمع هم کنسرت برگزار بکنه و عملا خواننده‌هایی که تا قبلا کنسرت نمیذاشتن الان میخوان شرایط رو برای بعضیشون فراهم بکنن که کنسرت بزنن. البته این کنسرت گذاشتن و نذاشتن ها پشت پرده هایی داره و تهیه کننده این افراد که با یه سری از آدم‌های پرنفوذ در ارتباطن هم یه سری ارتباطات شبکه‌ای کثیف دارن که در ویدیوهای بعدی ارتباط تهیه کننده ها، ماجرای کنسرت ها، اینکه چرا یه عده الان در حال حاضر مخالف برگزاری کنسرت هم در داخل ایران مثل مشهد جای دیگه و یه عده دیگه مثل ارشاد فشار میارن که این کنسرت ها برگزار بشه و این اختلاف ها از کجا میاد، در حالی که سیاست نظام آخوندی این هستش که عملاً کنسرتی برگزار نشه و مردم همیشه در غم و ماتم و اندوه شنیدن مدعی باشن. این اختلافات از کجا نشأت میگیره رو من در ویدیوهای بعدی به شما خواهم گفت. پس طبیعتاً لطف بکنید کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید. دکمه قرمز رنگ این پایین هست نوشته سابسکرایب، اگر گوشیتون فارسی هستش مشترک شدن بزنید، زنگوله رو بزنید که اگر ویدیوی جدید منتشر شد بتونید سریعتر از بقیه مشاهده کنید. دم شما گرم.